طرز فکرانه آدمان ثروتمند و کم بضاعت. خواننده محترم، پیش از آن که من این کتاب را نویسم، حادثه و واقعه های زیادی را از سر گذرانیدم. به گمانم تفکر انسان چیزی یگانه است که او را از دیگر مخلوقات روی زمین جدا می کند. تفکر انسان از بچگی تشکل یافته، درک و فهمیشش را نسبت به عالم اطراف، همچنین مناسبت او را به خود و نزدیکان معین می کند. که شدن ما در زندگی به قابلیت اندیشرانی هر یکی ما علاقمندی زیج دارد. طرز تفکر آدمان ثروتمند و کم بضاعت را آموخته به چنین خلاصه آمدم: هر انسان برای دگرگون ساختن تقدیر خود قادر بوده همه گونه مشکلات را رفع کرده به هر مقصد و آرزوی در دل داشته خود به شرط رسیده می تواند که تفکر او با عزم و نیت و درک عمیق و دقیق مقصدی در پیش گذاشته‌اش موافقت کند. ما سعی و تلاش کردیم که در این کتاب مسئله های در واقع موجوده را حل کرده به سوال های زیادی خوانندگان که نمونهشان در زیر آورده می شود جواب گوییم. برای چی یکی کامیاب می گردد دیگری نه؟ همه ما پسران یا دختران یک خیل تولد می شویم. همه ما در دل آرزو داریم. یگان کودک آرزو نمی کند که ناکام شود. اما برای چی در حیات این حالت رخ می دهد؟ سبب چیست؟ اگر آدم پی هم به ناکامی های زیاد دچار گردد و اصول آزمایش اشتباه دیگر به کار نآید، وی باید من بعد چیکار کند؟ در طول سالهای پربرکت و پرفعالیت جوانی، دوره پیری آسوده و آسایشته حیات را چطور تأمین کردن ممکن است؟ موازنت منصب و عائله خود را چگونه باید رعایت کرد که یکی به دیگری خلل نرسانده برعکس مدد کند؟ چه چیز باعث باقی نماندن باوری می گردد که انسان دیگر آینده خود را دیدن نمی تواند؟ آیا یگان علمی مشخص وجود دارد که آدمان موفق آن را می دانند و این علم برای به دست آوردن کامیابی به آنها کمک می کند؟ شاید شما محض در این باره نیز از خودتان پرسید یا شاید نپرسید، اما در هر صورت جوابهای بسیار سوالهای خود را شما از این کتاب پیدا کرده می توانید. انسان به واسطه تغییر مثبت تفکر خود می تواند رشد کند. چون این شخصانی که خود را ساخته و همه جانبه رشد داده است مورد عزت و احترام قرار می گیرد. اگر انسان همه جانبه کمال نیافته باشد، آبروی و اعتبارش کاسته می گردد. در این کتاب اکثر جوابها در قالب مثالهای عبرت آموز و سرگذشت‌های جالب آورده شدند. تمام مثالها تنها جنبه مثبت و نیکویی دارند، زیرا عملهای خصوصیتی منفی داشته در حیات هر روزه ما به این هم به حد فراوانند. مثالهای کتاب را خوانده از سرگذشت آدمان موفق عبرت گرفته، تفکر و اندیشه خود را وسعت داده، قابلیتی چون آدم موفق اندیشرانی نمودن را در خود انکشاف بدهید. در این صورت در پیش نظر شما امکانات پدیدار می گردد
که هر کس آنها را به زودی دیده نمیتواند. درباره تفکری کمبغلان و ثروتمندان صحبت کرده ما آن را در نظر نداریم که ثروتمندان از ناداران بهترند. ما تنها فکری تفکر آنها را نشان دادیم که به نتیجه های مختلف رسیدند. نه هر ثروتمند و نادار عیناً چنان است که ما آنها را تصور میکنیم. استثناء نیز همیشه وجود دارد. امروز حیات از ما تغییرات نو آماده بودن را طلب میکند. رشد با سرعت تمدن، پیدایش تکنولوژی های نو از ما چنین اندیشه درست را تقاضا میکند که به ارزش ها اساس یافته حیات ما را از دیروزه دیده امروز بهتر گردانده توانند. به شما در همه کارهایتان از صمیم دل موفقیت خواسته، در حیات عائلوی عاقلی و سازگاری، در جاه و منصب زینه های بلند و همچنین بهبودی مادی و معنوی را آرزو می کنم. به همه شخصانی که برای آماده کردن این کتاب به من دست کمک دراز نمودند، از آن جمله به همه اعضایان مرکز ما، خصوصاً ایژن اوردیلووا که 8 سال باز شب و روز خسته نشده کار میکند، منتداری صمیمی خود را بیان کنم. همچنین از جناب میرلن آلیمبیکوف برای آنکه همیشه کلمه عمیق و درست را برای افاده کردن اندیشه های من پیدا میکند به اندازه سپاسگزارم. هیچگاه بیکمک و یاری اندری تیومکین کتاب به این زیبایی روی چاپ را نمیدید. بکای نعمت زاده برای زحمت های ارزشمندشان که برای این کتاب صرف کرده است سپاسگزاری می نمایم. از صدق دل به همکاران شرکت سما در تاجیکستان منتداری خود را بیان می کنم که شب و روز این برادران مهنتی عالی کرده ایستادند. این کتاب محصول کار همین آدم هاست. برادران عزیزم نجیب الله حسن جنابلویچ، امین سید جان ساورجانویچ و دلیر جان، این شخصان ستون شرکت سما شده خدمت خلق تاجیک را دائما کرده ایستادند تا آینده جوانان ما نیک باشد، وطنمان آبادتر شود، دولتمان به دولتی ترقی کرده تبدیل یابد. باز هستند یک گروه شاگردان در دوشنبه و خوجند که خیلی دستگیری کرده ایستادند تا این کتاب ها به شمایان دسترس باشند. به آنها هزارها بار منتداری خود را بیان کردنیم. اله سرسبز و خوشبخت باشند. به همه شرکت کنندگان ترینینگ ها و شاگردانم، سیده محمودووا، المیرا مرسالیووا، عقیله گینزروا، ایزده سلطانووا، ارزوگل پرخانووا، چیناره ستارووا، آلمگل هیژریپووا، ویرا بیندیوک، گلین اندریونا یوب که سرگذشتی آنها در این کتاب آورده شده است نیز تشکر میگویم. بنده به همه آدمان موفق که سرگذشت و سالنامه زندگی آنها الهام بخش ماست و آنها به واسطه استادان ما می باشند، منتداری به حد زیاد خود را ابراز می دارم. هر یکی آنها در حیات هزاران آدمان را به راه درست هدایت نمودند و کارنامه آنها به میلیون ها نفر آدمان الهام می بخشد. شاید بعضی از آنها در حیات نباشند، اما ابتکار و رفتار نیکی آنها نمیرنده است و این چیز انسان را ابد زنده می گرداند. زنده و جاوید ماند.
هر که نیک و نام زیست، که از عقیبش ذکر خیر زنده کند نام را. با کمال احترام، سعید مراد دولتov.